پادشاهی در میان روزگاران قدیم گفت با مردم که من هم مشکلی دارم عظیم. سردر قصرم فتاده لکه‌ای زشت و سیاه، کل آن زیباییش را کرده این گونه تباه. پیرمردی بینوا این قصه در را شنید، گفت این لکه درونش آمده کرمی پدید. شاه با یاران خود گفتا که در را بشکنید، گر کلام او حقیقت داشت پاداشش دهید. گر شکستید و خبر از کرم و از آفت نبود، جام بگیرید از تن این پیرمرد بی وجود. در شکستند و میان در بدیدش پادشاه، ذره ذره چوب در را میخورد کرمی سیاه. گفت با اطرافیان پس مانده هایی از قضا بذل و بخشش کرده بر پیر فقیر بینوا. هفته ها بگذشت و شاهنشاه گفتا ای وزیر، یک خبر از پیرمرد ماجرای در بگیر. او چگونه از درون در چنین آگاه بود؟ او چگونه با خبر از حال و روز شاه بود؟ پس برو آن پیرمرد بی کس بیچاره را نزد من آورده تا پرسم چه میداند ز ما. پیرمرد ماجرا تا حکم شاهنشاه دید، لرز بر اندام و بر دستان بی جانش رسید. نزد حاکم آمدان مرد تهیدست فقیر. شاه گفتا هرچه میدانی بگو مرد حقیر. پیر گفتا بهر آن شاه بزرگ در رفاه، شاهزاده بودنت صحت ندارد پادشاه. شاه آشفته ز حرف پیرمرد بینوا گفت با اطرافیان تحقیق کرده قصه را. از قضا تحقیق آنان صحتش مشهود شد، تاج و تخت شاه یک دفعه چنین نابود شد. شاه گفتا از کجا اینها تو میدانی بگو، تو گدایی، ساحری، جادوگری یا غیبگو؟ پیر گفتا این که در رنگش سیاه و زار شد، حتم چیزی در درونش باعث آزار شد. من جواب شاه را دادم، ولی او همچنان بهر من بخشید از پسمانده های این و آن. شاه ذاتش شاه و بخشش میکند مال و طلا. توف به تو کینگونه ذاتت بوده از اول گدا. یادتان باشد اصالت در وجود آدم است، ذات نیکو در میان تار و پود آدم است. دور کن خود را ز انسان‌های با ذهن فقیر، گرچه باشد پادشاه و امپراتور و